همونطور که احتمالاً همتون میدونید، آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم قدرت اول نظامی و اقتصادی جهان. تو این ویدیو میخوایم به مهمترین دلایل این موضوع اشاره کنیم. دلیل اول، اقتصاد هیولایی، استخوان‌بندی قدرت ایالات متحده. اقتصاد آمریکا موتور اصلی ابرقدرت بودنشه. از قرن 19 تا امروز پایه این قدرت روی 2 ستون بنا شده: نوآوری داخلی و بازار مصرف عظیم. برخلاف امپراتوری‌های قدیم که با غارت مستعمره‌ها رشد می‌کردند، آمریکا خودش کارخانه و بازار تولید کرد. گزینه دوم، ارتش بی‌رقیب. وقتی صحبت از قدرت نظامی میشه، آمریکا اول و آخر جدوله. بودجه نظامی فقط در سال 2024 برای ارتش آمریکا بیشتر از 880 میلیارد دلار بوده. بیشتر از مجموع کشورهای چین، روسیه، هند، فرانسه، بریتانیا و آلمان با هم. اما قدرت فقط توی عدد نیست. شبکه 750 پایگاه در 80 کشور یعنی حضور دائمی در هر نقطه کره زمین. ناوهای هواپیمابر کلاس فورد هر کدوم خودشون یه شهر شناورن، هر کدوم با 5000 نفر پرسنل و 90 جنگنده همراه. وقتی بحران اوکراین در سال 2022 شکل گرفت، آمریکا به تنهایی بیش از 90 میلیارد دلار کمک نظامی و اطلاعاتی به اوکراین کرد. در واقع پنتاگون فقط وزارت دفاع نیست، کارخانه فناوری آینده است. هر نسل فناوری نظامی اونقدر پیشرفته است که متحدانش دهه‌ها عقب‌ترن. به زبون ساده، ارتش آمریکا نه فقط قوی ترینه، بلکه معیار قدرت نظامی در جهانه. گزینه سوم، فناوری و آینده سازی. جایی که فردا متولد میشه. سیلیکون ولی قلب تپنده فناوری جهانه. از اونجا اول اینترنت بیرون اومد، بعد تلفن هوشمند، الان هم موج جدید هوش مصنوعی. آمریکا تونسته خودش رو مرکز اکوسیستم آینده نگه داره، چون علم، سرمایه و فرهنگ خطرپذیری رو ترکیب کرده. بیش از 60% سرمایه گذاری جهانی در هوش مصنوعی در آمریکاست. مثلا 5 غول بزرگ تکنولوژی یعنی اپل، مایکروسافت، آلفابت، آمازون و متا روی هم بالای 10 تریلیون دلار ارزش بازار رو دارن. سیستم سرمایه گذاری خطرپذیر و دانشگاهی آمریکا باعث شده هر ایده تازه‌ای فرصت رشد پیدا کنه. ایده های تسلا و اسپیس ایکس بدون همین فضای آزادی و پول جسور غیر ممکن بود. حتی شرکت های تراشه مثل NVDA یا AMD پایه انقلاب هوش مصنوعی رو گذاشتن. درآمد انویدیا از 60 میلیارد دلار رد شده و GPU هاش مغز یادگیری ماشین های جهانی هستند. امروز هر فناوری جهانی از نرم افزار گرفته تا گوشی های تو دست شما یه رد آمریکایی تو خودش داره. دلیل چهارم، صنعت فرهنگ. آمریکا با استفاده از رسانه‌هایی مثل هالیوود، نتفلیکس، فیسبوک، اینستاگرام یا همین یوتیوبی که من و شما الان داریم استفاده می‌کنیم، تأثیرات خودش رو روی همه جای دنیا میذاره. یعنی آمریکا همزمان داره با تصویر و صدا حکومت میکنه. هر سال بالای 65% از فروش جهانی سینما برای فیلم‌های آمریکاییه. تقریباً همه ترندهای پاپ کالچر دنیا از لس آنجلس یا نیویورک شروع میشن. هالیوود فقط سرگرمی نیست، ماشین شکل‌دهی به رویاهاست. وقتی یه جوون در قاهره، تهران یا سائو پائولو رویای زندگی آمریکایی داره، آمریکا بدون شلیک حتی یک گلوله ذهنش رو تسخیر کرده. در موسیقی هم وضع همینه. بیش از 70% بازار جهانی در دست هنرمندان آمریکاییه. سریال ها و بازی های ویدیویی هم حامل همون پیام فرهنگی هن. یعنی آزادی، فردگرایی و موفقیت شخصی. برای مثال برندهایی مثل مکدونالد، نایکی،
کوکاکولا، نتفلیکس یا آیفون شدن نماد فرهنگی روزمره مردم جهان. این نفوذ فرهنگی باعث شده اصطلاحات انگلیسی آمریکایی وارد حرف زدن روزمره مردم دنیا بشه. پدیده‌ای که میتونیم اسمش رو بذاریم قدرت نرم و واضح ترین نمونش هم آمریکاست. دلیل پنجم دانشگاه‌های آمریکاست. آمریکا خونه بیش از 50 دانشگاه از 100 دانشگاه برتر جهانه، از هاروارد گرفته تا MIT و استنفورد. این دانشگاه فقط کلاس نیستن، کارخونه فکر و ایده های جدیدن. 70% از مقالات علمی با ارجاع بالا در 20 سال اخیر از پژوهشگران شاغل در خاک آمریکا منتشر شده. و یه موضوع خیلی جالب هم این که خیلی از این پژوهشگرها مهاجرن. مثلا بیش از 40% جوایز نوبل علمی 3 دهه اخیر به افرادی تعلق داشته که یا مهاجر آمریکا بودن یا در اونجا کار میکردن. سیستم پژوهشی آمریکا اینجوری خاصه، دولت هزینه پایه رو میده و بخش خصوصی هم بهره برداری میکنه. به زبون ساده تر، علم توی آمریکا در قفس دانشگاه ها نیست، بلکه در خیابون و کارخونه ها جریان داره. دلیل ششم سیاست و ائتلاف ها که نقشه‌کش نظم نوین جهانیه. بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا معمار بنیادی ترین نهادهای سیاسی جهان شد. سازمان ملل، ناتو، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. قوانین بازی بین المللی طوری طراحی شدن که واشنگتن همیشه صندلی ثابت تصمیم گیری رو داشته باشه. در ناتو هم هر عملیات مهم بدون امضای آمریکا انجام نمیشه. در شورای امنیت سازمان ملل تنها کشوری که همزمان هم ابزار دیپلماسی داره هم اهرم اقتصادی و نظامی آمریکاست. حتی در رقابت با چین هنوز اکثر متحدان بزرگ جهان مثل ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و اروپا همپیمان آمریکا هستند. و بالاخره گزینه هشتم دلار. دلار پول اصلی معامله‌های دنیاست. یعنی بیشتر کشورها برای خرید چیزهای مهم مثل نفت، غذا یا تجهیزات صنعتی باید دلار بدن. به خاطر همین همه کشورها مجبورن دلار نگه دارن و این یعنی همیشه تقاضا برای دلار بالاست. حالا نکته مهمتر اینه، چون دلار مال آمریکاست، آمریکا میتونه هر وقت کم بیاره دلار چاپ کنه و خرج کنه بدون اینکه بلافاصله سقوط کنه. کاری که اگه بقیه کشورها بکنن پولشون نابود میشه